آقای سایدی، شما تا اونجا که به خاطر میارید برای ما توضیح بدید راجع به جریان فرقه دموکرات. چون جریان فرقه دموکرات ابتدا به عنوان تشکیل انجمن ولایتی و این حرفا شروع شد اینا، ولی بعدها خب پیشوری سخنرانی کرد و گفت که ملت ما لیاقت اداره ارتش خودش رو داره اینا، و این در ذهن خیلی اشخاص ترجمه شد به تجزیه طلبی، که در واقع اگر یک حکومت خودمختار محلی هست به این معنا که اگر تصدی امور محلی رو میخواد به عهده داشته باشه، ارتش برای چی میخواد که و قوای مسلح برای چی میخواد که داشته باشه. نظر شما راجع به این جریان چیست؟ آیا واقعا پیشوری تجزیه طلب بود تا اونجا که شما به خاطر دارید؟ والا ببینید، این اصطلاح تجزیه طلب رو من اصلا به این معنیش اصلا نمیفهمم. تجزیه طلب یا غیر تجزیه طلب و این چیزا در واقع یه جنبه اخلاقی داره تو ذهن من. تجزیه طلب چیه؟ مثلا فرض کنید که بنده و سرکار اینجا زندگی میکنیم، من موقع خواب خور میکنم، شما مثلا نمیتونیم با من در یه اتاق بخوابم، میگین که اینجا یه پارتیشن بزنم من اونجا میخوابم. تجزیه طلبیه. خب حق دارین شما. خب مثلا اینکه اگه از اول بگیم تجزیه طلبی بده یا بگیم تجزیه طلبی خوبه، اگه این دوتا رو از هم دیگه تفکیک بکنیم، اگه خوب باشه خوب کار کرده، بد باشه بد کار کرده، توی یعنی جنبه واقعا اخلاق پیدا میکنه. خب حالا این به نظر من یک جنبه سیاسی هم داره و اون مسئله حاکمیت ملی هست که در واقع تجزیه ناپذیر و جدا کردن مسئله حاکمیت ملی از تصدی امور. فرضاً میتونه که یه جایی محققاً میبایستی که تصدی امور محلی به عهده‌اش باشه اینا، اما وقتی که به مسئله عرض کنم خدمتتون ارتش و دولت مجزا و اینجا میرسه، اون دیگه در واقع به نظر شما لااقل تجزیه حاکمیت ملی نمیاد. منظور از حاکمیت ملی چی؟ منظور از حاکمیت ملی، منظور من الان که صحبت می‌کنم یعنی حکومت مرکزی؟ که معذرت میخوام، نه، یک فرد ایرانی این حقو داره که در امور سایر جاهای مملکت هم اظهار نظر بکنه و دخالت بکنه. فرض بفرمایید که یک آدمی گیلانی هم حق داره که در امور آذربایجان فرضاً اظهار نظر بکنه و دخالت بکنه، و برعکس یک آذربایجانی هم چنین حقی رو داره که در امور گیلان چنین کاری رو بکنه. اگر ما اینا رو از هم دیگه جدا بکنیم و حاکمیت ملی رو در واقع تجزیه بکنیم، خب این اسمش در واقع جدا شدن و تجزیه طلبی است. نه ببینید، اگه نظر من رو بخوایم من خیلی راحت میخوام. بله. حکومت مرکزی مثلا در دوران سلطنت پهلوی کاری که کرده بود، میخواست که برای تسلط و ارعاب، دقیقاً فقط نمونه های استثنایی رو من میتونم حتی به دقیقاً اسم ببرم، غیر از اون مواردی که بنا به مصلحت خودش بوده، خراسانی رو استاندار مازندران میکرد، مازندرانی رو استاندار گیلان خوزستان میکرد، خوزستانی رو استاندار فلانجا میکرد. بله. کارمندای عالی رتبه از جاهای دیگه انتخاب میشد، فقط به خاطر اینکه اون به اصطلاح چنگار سرطان قدرت راحت داره بره تو تن اون یکی، ایجاد ارعاب میکرد. رئیس اومده از تهران با زبان فارسی در تبریز حرف میزنه، اصلا از لهجه فارسی میترسیدن مردم همینطور دستپای خودشون گم میکردن و همچنین وارد گویا به امور اونجا نبوده. مهمتر نامه این که وارد به امور اونجا هم نبوده. پس نتیجه چی میشد؟ نتیجه خیلی راحت تبدیل شده بود همه چیز به اینکه یه نوع نفرت از این قضیه. حکومت نمایندگان حکومت مرکزی تعلق اونجا نداشتن اصلا. و اون وقت اونا میخواستن چیکار بکنن؟ بناچار متولی پیدا میکردن. بله. و این یه مسئله بود که شاید مثلا در زمان فرقه دموکرات این قضیه به یه صورتی حل شده بود، برای اینکه همه ترکی حرف می‌زدن، همه خودشون بودن. مثلا تو یک سال فقط من بنده ترکی خوندم و موقع زمان حکومت بیشوره بود، کلاس 4 ابتدایی. قصه ماکسیم گورکی تو کتاب ما بود، قصه چخوف تو کتاب ما بود، مطلعای ترکی و نمیدونم شعر صابر، شعر میرزعلی معجز، بله، همه اینا تو کتابای ما بود. و اون وقت تنها موقعی که من کیف کردم که آدمم بچه‌ام دارم درس میخونم همون سال بود که من از اونها دفاع نمی‌کنم، میخوام اون چیزو بگم، احساس خودتون. احساس خودم بگم.